Hey Mona, est-ce que tu as étudié? Oui. J'étudie. Yeah. Ok, tu as question, problème? Non, je n'ai pas fini. اونم نتیجه داره. میخوام بپرسم که فقط دوست دارم تمرین کنم اسپیکینگم. j'adore practice. Pratiquer. Ok, pratiquer. S'il vous plaît. Oui. میگیم j'aime pratiquer. حالا parler. یا میتونیم بگیم j'aime pratiquer parler یا j'aime pratiquer l'expression orale. اگه بگیم expression orale حرفه‌ای تره. j'aime pratiquer l'expression orale. J'aime pratiquer. آره. J'aime pratiquer parler. خب. بله. J'aime pratiquer parler. Or j'aime pratiquer l'expression orale. L'expression orale, c'est très bien. مانا شما بودی گفتی قبلا مثلا 10 سال پیش اینا خوندی؟ 10 سال پیش من البته بیشتر حالا سوارم گرامر تور بود یا بیسیکش رو در واقع یاد گرفتم. خیلی هم جدی نبود. بیشتر میگم دوست داشتم ببینم چه جوریه چون ولی جدی نبود دیگه. الان ولی هدفمندانه میخوام امتحان بدم. اسپیکینگ اصلا هم یعنی در واقع دوست دارم یه تجربه اسپیکینگ داشته باشم از بیسیک چون که هیچ ایده‌ای ندارم. میبینی الان چقدر ضعیفم که اوکی. آره ولی اون اسپیکینگی که حالا میخوایم بعد یعنی فکر کنم حداقل از نیمه A1 بگذریم. یعنی از A2 به بعد ما اسپیکینگ به اون شدتمون زیاد شروع میشه. تو این لول فقط تنها هدف اینه که شما هر چی که یاد گرفتین رو بتونین صحبت کنین. یعنی الان همین که بگی ووزاوه کلج و کلوات خونسیونالیته بتونی بپرسی و جواب بدی در حد همین 3-4 جلسه کافیه. اوکی. یعنی اون اسپیکینگ جمله بندی و اینا خب قطعا هی باید بریم جلو و جلوتر. یا حالا شما قبلا مطالعه داشتیم ولی بیسین کلاس نرمش اینه که بچه‌ها آره میتونم. من الان چون فرصت داریم دارم میگم ولی کاملا متوجه هستم که برای من همون حدی هم که داریم با بچه‌ها صحبت می‌کنیم دوست دارم چون میگم سطح اسپیکینگ من در همون حده. نیاز دارم. یعنی میگم همون کلاژ نمیدونم تو کلاژ و اینا رو من میخوام تمرین بکنم چون همونا رو باهاش راحت نیستم. به نظرم برای اینکه اسپیکینگ بتونم در آینده رشد بکنم از همین بیسیک باید بیان سور. آره. نه اصلا من توقع بهتر بالاتر ندارم. نگران نباشید. دارم کاملا الان چیزی که دارم میرم جلو به نظر کاملا متناسب با اسپیکینگ منه. درسته مثلا کلمات و اینا رو بلدم بخونم. مثلا بعضی کلمات رو بلدم حتی معنیش رو ولی این فرق داره با که بتونم صحبت بکنم. برای همینه که دوست دارم و کاملا کلاس رو الان باش اوکی ام. C'est très bien Mona, je suis contente que tu es contente mais نمیتونیم منتظر بقیه باشیم چون که تایممون فشرده است. یعنی همینطورش باید مطالب زیادی درس بدیم پس بچه‌ها بعداً فیلمش رو میبینن. Je dois commencer avec toi. Ok, on commence ensemble. Mona, pour aujourd'hui پس تا بچه‌ها بیان گرامر درس بدیم کلمه‌ای که بعد میخونیم. Aujourd'hui, on va pratiquer sur les professions. Ça va, qu'est-ce que ça veut dire profession? ببخشید قبل که شروع بکنیم من این سوال کوتاه بپرسم. میگم اگر کسی بخواد با شما A تو ثبت نام بکنه به چه سطح بالاتر ثبت نام بکنه به چه صورته؟ ببین الان ترم گروهی بالاترمون که ظرفیت نداره ولی ماه دیگه شما اتو یعنی کتاب دومو بله حالا یه لول بالاتر مثلا یه لول بالاتر همین که میشه A1-2 یعنی 6 تا درس دوم ادیتور A1 که میشه ترم بعد شما ها
کتاب عوض شه بشه ادو میشه 2 ترم بعد شما 2 ماه دیگه. اوکی و آره دیگه اگر که هر چی که شما تو اینجا بلدین و بلدن میشن لول ادو، چون لول ادو دیگه چیز خاصی یاد نمیگیریم، یعنی همون بیشتر کلمه های سنگین تر و هر چی یاد گرفتیم ما میخوایم مرور کنیم و بتونین صحبت کنیم، ولی بیس اصلی دانشتون شما اینجا شکل میگیره. درسته. اوکی. پس الان در حال حاضر در واقع کلاس برای اون لول بالاتر نداریم؟ فعلا نه، الان بیشتر آره کلاس آمادگی آزمونمون هست و bachehایی که دارن آزمون میدن. Ok, ma chérie, non, pas de problème. Regarde, tu sais qu'est-ce que ça veut dire profession? میدونی معنیش چیه profession? Profession is your job. Exactement, c'est très bien. Profession یه سینونیم دیگه داره، on dit métier. Ok, le synonyme c'est le métier. Le métier. Le métier. Ok. Profession, on dit la profession. Donc, Mona, oui, profession, c'est masculin ou féminin? Féminin, خب اگه لا داره یعنی féminin. Exactement. Métier, c'est féminin ou masculin? Ok, لو داره پس masculin. Ok, فهمیدم. پس profession féminin, métier masculin. Exactement. C'est très bien. D'accord. Ok. métier. Regarde ici. ببخشید یه سوال، یعنی اگر کسی از یه آقایی میخوام بپرسم که کار چیه باید از متی استفاده کنه، اگر خانم میخوام بپرسم باید بگم پروفسیون؟ نه خیلی سوال خوبیه. ببین نه، ما ذات کلمه مسکولین یا فمینین اصلا ربطی به گوینده یا کسی که داریم بهش میگیم نداره. اوکی، اگه خواستیم از خود کلمه پروفسیون صرف فمینین، اصلا مهم نیست من دارم میگم یا آقا داره میگه یا داریم به یا آقا میگیم یا به خانم میگیم. آره فقط اینا سینونیمن. بعدن که خواستین امتحان بدین متوجه میشین که چقدر به این سینونیما شما نیاز دارین. مثلا پارافریز کردن و این چیزا تو انگلیسی. اگزکتلی، برای پارافریزینگ و برای هر کار دیگه ما کلی به سینونیم نیاز داریم و یکی از بعدن اگه الان یاد نگیریم مثل خیلی از بچه دیگه بعدن توش به مشکل خواهیم خورد. همه رنج کلمات هم پایینه و اینا. والا d'accord. Ok ma chérie, on dit il est. On dit il est directeur. Il est directeur. Répète. Il est directeur. Directeur. Il est directeur. Il est directeur. Merci. Elle est directrice. Elle est directrice. 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 Il est directrice. Elle est directeur. نه برعکس گفتی. این افی که اینجاست یعنی فمینین. آره بذار بگم il est directeur. Elle est directrice. c'est très bien, c'est très bien. البته اینا خیلی شغلای زیادی داریم یاد میگیریم، بیشتر به خاطر اون آواشونه. شما نهایتا چند تاشو بیشتر نیاز ندارید. Ne t'inquiète pas. Donc tu sais qu'est-ce que ça veut dire directeur? Qui est directeur? Qui est il est directeur. Ok, qui est? À quelle profession on dit le directeur? Directeur manager. C'est très bien. On peut dire manager, directeur. Exactement. Numéro 2, c'est quoi? Let me try it. Commercial. Okay. برای مسکولنش الش خیلی ظریف تلفظ میشه کمرسیال. برای فمیننش الش چون ای میگیره میشه کمرسیال. کمرسیال. اوکی.
D'accord. Je parle. Je parle. Il est commercial. Elle est commerciale. Exactement. Merci, Mona. Numéro 3, lisez. Je ne comprends pas. Désolée. Tu ne comprends pas. Numéro 3, شماره 3 ok. Informaticien. Exactement. Informaticien. Informaticien. فمیننش میشه لو فمیننسه Informaticienne. Exactement, c'est très bien. Informaticien, informaticienne. Tu sais qui est informaticien? Means like IT. IT guys. Exactement. Ici, on dit ingénieur. IT ingénieur. Ingénieur, ok. Ingénieur. Ingénieur. Non, c'est ingénieur. Exactement. Ok. Numéro 4, c'est qui? 4, ok. 4, c'est professeur. Professeur. Exactement. Il est professeur, elle est professeur. Il est professeur, elle est professeur. Merci. This one I forgot. I forgot, Michel? J'ai oublié. J'ai oublié. So, il est informaticien. Non. اینه چرا اولیه یادم میره. Informaticien. Ok, il est informaticien. Elle est informaticienne. C'est très. Puis c'est quoi professeur? پس یادم باشه مسکولین فمینین پروفسور یکیه. من چون نمیبینم داریم مینویسین یا نه هر جا نیاز داشتین که استوب کنیم دیت موا. D'accord, merci. Traducteur. Ok. So, il est traducteur. Elle est traductrice. یه بار یه رپت اله. Elle est traducteur. Non? Oui, il est traducteur. Elle a traducteur. Il est traducteur. Elle est traductrice. 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 Ok, c'est très bien. Non, اینا همه ت و آر همه سختشونه بعدن جا میفته. C'est très bien, merci. Ici, répète une fois, c'est parti. Répète, directeur. Ok. Il est directeur. Sorry. Il est directeur. Elle est directrice. Il est commercial. Elle est commercial. Elle est commerciale. Il est informaticien. Elle est informaticienne. Il est professeur. Elle est professeur. Il est traducteur. Elle est traductrice. Elle est traductrice. Merci, c'est très... Traductrice, yes. Oui, c'est quoi? Colonne 2. ستون دوم. Il est infirmière.
Elle est infirmière. Same? Non. 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 Il est infirmier. Elle est infirmière. Ok. Il est infirmier. Elle est infirmière. مرسی c'est très bien. بچه ما پزشک اشتباه میگم ولی اون بالا پرستاره. آها پس انفرمیه میشه پرستار. می این تقدوکتق هم که همون بیزینسمن و ایناست. نه ترنسلیتر مترجم. تقدوکتق میشه مترجم. اوکی. انفرمیه میشه پرستار. اینو نمیدونستم. انفرمیه پرستار. بولانژر اینو میدونم. ایله بولانژی اله بولانژیر. آها ولی ای نداره که ایله بولانژر اله بولانژر. اوکی ایله بولانژی اله بولانژیر. مرسی c'est très bien. یعنی کیه بولانژر؟ بولانژر بیکر و اینا. Exactement. Merci. Et numéro 3 il est médecin or il est médecin. مونا il est médecin. نه اشتباه گفتم. médecin. Il est médecin, elle est médecin. اوکی فمینم مسکولانش یکیه. Faites attention. دقت کنید. Si on dit elle est médecine یعنی اگه من بیام بهش اسلاید بعدم داریم اضافه کنم به اشتباه بیام بگم که فمیننش میشه مدسین. مدسین به معنی رشته پزشکیه، به معنی پزشک خانوم نیست. درسته. اوکی دونک پس میگیم il est médecin elle est médecin mais il étudie médecine. médecine میخونه il étudie médecine. اوکی il étudie médecine. اوکی بذار بعد بنویسم il étudie یعنی درس خوندن il étudie médecine. Yes, oui. اوکی میتونیم بعدی؟ مال یه جمله مال درس قبل میگفتیم که اینو چجوری میتونی بگی؟ کومونوندی donc is pas so وی okay. فقط مثلا این اگه بخوای با کومونوندی بگی بعد بگی کومونوندی سو حالا آن فرانسه یا اگه یه کلمه انگلیسی فرانسوی رو میخوای معنیشو بپرسی اینو خوبه بچه هم بدونم معنی کلمه فرانسوی رو بپرسی. مثلا من خودم خیلی استفاده میکنم میگم کسکو سوادیق معنیش چیه؟ کسکو سوادیق یعنی معنیش چیه؟ حالا بعدش هر چی میتونی بگی مثلا کسکو سوادیق دونک کسکو سوادیق دونک کسکو سوادیق دونک اوکی کسکو سوادیق دونک Ça va. Je dis. Oui, لی. اگه تمام شد نوشتنتون لی s'il te plaît. Yes, oui. Un médecin, une médecine. گفتیم فرقشون چیه؟ Quelle est leur différence? The first is a person. Do is a like major or like how to say that domain. Domain. C'est un domaine. C'est très bien, merci. Puis c'est secrétaire. Un secrétaire
اون سکرتر. اینا دیگه رشته هایی هن که مسکولن فمیننشون یکیه. اوکی. Faites attention. Un secrétaire. Un secrétaire, une secrétaire. Un dentiste. Non, این dentiste یا Dentiste. dentiste. Un dentiste, une dentiste. Un photographe, une photographe. Un architecte. 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 Un architecte. Un architecte. C'est très bien. Parfait. Question problème? No. این برای بعد این اونا که موندن دیگه در واقع رشتهشون با اون شخصی که اون کار داره انجام میده یکیه. نه رشتهشون نه. این مدسن از بقیه جداست. سکرتر اینا مسکولن فمینن، یعنی خانم سکرتر و آقای سکرتر یه جون خونده و نوشته میشن. ولی این منظور این نیستش که مثلا بگیم که مثلا از مشی که رشته مشیگری نداره، ولی مثلا برای دنتیست خب داریم دیگه، دنتیستری مثلا داریم و یکم دنتیست. این چه دنتیستری چی میشه؟ مثلا رشته پزشکی. آره هم دانتیستری. دانتیستری میشه. اوکی پس فرق. اوکی متوجه شدم. اوکی مونا تو کدوم شهر کانادایی؟ تورنتو. به خاطر هم یعنی تایم زونامون یکیه. بچه‌ای که ونکوورن کلاسا رو میپیچونه. اونا ونکوورن برای همین نمیاد. آره بعد تایمی که داشت میگم میشه ساعتی زدی تر کرد براشون نه؟ یک شنبه ها نه، چون اون موقعیم که اینو میذاشتم روزای دیگه فول تایم کلاس داشتم. الان باز همون 9:30 تا 10:30 خودمون یه بعضی روزای هفتهش آزاد شده. حالا ببینم اگه مثلا یه رو به هفته صبحشون سختشونه بعدن جا به جاش کنیم. من اوکیم. تو دکار یعنی مثلا یه شب دیگه 9:30 تا 10:30 بیایم تو نپت پروبلم؟ مثلا سه شنبه اگه باشه اوکیه. سه شنبه اوکیه اگه مثلا تو روز هفته منظورتونه یا آخر هفته منظورتونه؟ نه همین روز هفته بعد بزن دیگه. الان یه دونه جمعه اوکیه؟ جمعه هم اوکیه. جمعه اوکی پس من بهشون بگم اگه میخوان 3 روزش رو جدا کنیم، البته سرعتمون کم میشه متاسفانه، 3 روزش رو جدا کنیم، یه دونه یک شنبه همین 11 تا 12 باشه که براشون بشه 8 تا 9شون. آره. و حالا ببینیم چیکار میکنیم. اوکی ولی خب اونطوری کم بشه سرعتمون یه ذره میاد پایین. یعنی اگه بخوایم دوباره هر جلسه از اول هی بیایم بونژور کمون سا و اینا دوباره دوره کنیم اینا سرعتمون میاد پایین. الان که 2 جلسه پشت همه سرعتمون بالاتره. اوکی حالا بعدن یه تصمیم میگیریم. ببینید چرا نیومدن. مونا سکوا اصلا انترپرت میشه به ما خیلی اصلا خیلی نیازش نداشته باشیم ولی خوبه بدونیم. میشه مترجم شفاهی. انترپرت انترپرت آره اصلا انترپرت میاد دیگه، انترپرت و تفسیر و اینا. اگزکتمون انترپرت بهره بعدی معمولا به بچه ها توصیه میکنیم پیشو در نظر نگیرن. میشه کنتابل حساب داره؟ کنتابل واندر سکی فروشنده. مرسی. ایله واندر اله واندوز. ایله واندوز. حالا همه اینا که به این
با این ریتمن فمیننشون هم همین ریتم میشه. مثلا ایل سرور ال سروز، ایل سرور ال سروز. او désolé. Oui. اس ا یا آخرش یه او هم داره. بعد ایل واندور ال واندوز ایل سروور ال سروز ایل شانتور. سوا که کیه شانتور؟ به خواننده میگن شانتور. آها. ایل شانتور ال شانتوز. شانتوز. یعنی اونایی که به او ختم میشن فمیننشون به اوز ختم میشن، یعنی خواننده شانتور شانتوز. ایل شانتور ال شانتوز. وی. Ça va, fini? Je répète? Répète une fois, oui. Ok, d'accord, merci. Il est interprète. Elle est interprète. Il est comptable. Elle est comptable. Il est vendeur. Elle est vendeuse. Il est chanteur. Elle est chanteuse. Merci, c'est très bien. Elle est chanteuse. Okay. chanteuse. اینایی که براتون میفرستم چون کلمه است یه سری جا خالی هم داره که کمکتون میکنه بیشتر براتون جا بیفته. اوکی مونا، برای مشاغل تو as question problème? Non, merci. Non, pas de problème. Ok, donc on commence par édito. اینا رو دوباره برمیگردیم. Quoi ta question? Oui. Quoi? برای همین مثلا مذکر مؤنث حالا مشاغل مختلفم که بالاخره تو مرور زمان متوجه میشیم دیگه اگر چیزی متفاوت از اینا باشه. درسته؟ وی bien sûr. الان بخش اعظم شد تو این درس داریم، یکی دو تا هم توی این اکوتی که گوش میدیم الان دیگه. بقیه شما انقدر هی تکس و اینا میخونیم کم کم دستتون میاد. بعد شما هی حرف میزنین، هی گیر میکنین، هی میپرسین فلان کلمه چی میشه به فرانسه، اینطوری هی کم کم داره لغتتون میره بالا. الان مثلا ایله ایتودیان اله ایتودیانت. اگزکتوما. ایله اتودیان اله اتودیانت برای همون آنسنیان سینونیم پروفسور. ایله آنسنیان ایله آنسنیان اله آنسنیانت. خیلی هست. الان یکی دو تا هم اینجاست. بعد یه سری کتاب تمرینه که بهتون میدیم، یه چند تا هم توی اون تمرینه اون کتابای دیگه یاد میگیریم. حد خوبه. آره دیگه تو دیگه شدیم من که نیستم یاد تو ذهنم نگه دارم. خیلی بعد زبان توی مرور کم کم باید زبان رو یاد بگیریم. اوکی مونا، on va écouter. Exactement, merci. On va écouter un dialogue. Écouter un dialogue. میخوایم به یک دیالوگی گوش بدیم. Mais quel est le titre de ce dialogue? Écoute. Et quel est le titre? Titrش چیه؟ Vive les artistes. Vive les artistes feront
francophones. آها اسمش که خونده نمیشه. ویو les artistes francophones. Francophones. آها تو سه کیه فرانکوفون؟ Qu'est-ce que ça veut dire francophone? Vive les artistes francophones. احتمالا باید از این همین چیه سلبریتی ها باشه منظورش. ارتیست وی یعنی سلبریتی و آرتیست. فرانکوفون کی؟ فرانکوفون پرل فرانسه. آها اوکی پس هنرمنده که فرانسوی صحبت میکنه. اگزکتمون. پس پرل شد چی شد؟ سپیک. به صحبت کردن میگیم پرل. این کوشو برای چی گذاشته؟ این؟ آره کلمش با همه فرانکوفون. یعنی ریشه ای نیستش که مثلا فونش آخه فونو میدونم که مثلا صحبت کردن میشه ریشه ای که صحبت کردن داره واقعا همون فرانسویه ولی کوش چیه؟ تا اینجا شنی فرانسه است. این اوی که وسطش جون ستون مو انسامبل یه با فرانکه فهمیدم فرانکوفون بعد این او فقط مونده اوکی هیچ فرانکوفون فرانکوفون کی؟ پرل فرانسه. فرانسه اوکی d'accord d'accord. Regarde, tu vas écouter. اوکی. و ببینیم که به این سوالا جواب بدیم. Lise d'abord s'il te plaît. Qui est belge? Qui est malienne? Qui est marocaine? Qui est québécois ou québécoise? اونم qui est marocain. Droit. Qui est acteur? Qui est chanteuse? Qui est écrivain? Qui est journaliste? اوکی attendez. بلژ که بلژ. مالین اهل مالی کشور مالی توی آفریقای غربیه. بله. کبکوا که کبک. اکتور میشه کی؟ همین بازیگر. شانتوز که آواز میخونه سینگر. اکریوان نویسنده. ژورنالیست روزنامه‌نگار. exactement. Donc on va écouter ensemble. بریم با هم گوش بدیم. Essayez de répondre. C'est votre chien? Oui, désolé. Non, pas de problème. Ok, donc c'est votre chien. Tu as un chien ou votre soeur elle a un chien? Oui, a neighbor. I don't know how to say. Voisin, yes. Voisin. Ah, c'est le chien de votre voisin. Ok. Yes, oui. Vive les artistes francophones. صداش براتون میاد؟ صدا وایس میومد؟ No. Elle s'appelle Marie. No. بذار یه بار. Hamed is also in Vancouver. Oui, حامد سارا. آیه جان سپیل او. آیه مریم هم ونکوور بود. آیه من کجا بود؟ Page 25. الان میاد؟ Oui. اوکی. مرسی. پس فقط مانا جون چون داره برای همه ضبط میشه لطف میکنی میکروفونتون ببر. آره ادیتو خوب بشنوم. بعدش ولی باز کنید. مرسی. Page 25. Document D. Vive les artistes francophones. A. Elle s'appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse et elle est malienne.
Avec Amadou, ils sont Amadou et Mariam. Un disque d'Amadou et Mariam? Dimanche à Bamako. B. Charline Vanhoenacker est journaliste. Elle est belge. L'émission de Charline s'appelle Si tu écoutes, j'annule tout. C. Il s'appelle Xavier Dolan. Il est québécois. Il est acteur et réalisateur. Le film de Xavier, c'est Mommy. Le film est en français. D. Tahar Benjeloun est marocain. Il est écrivain. Moi, j'aime le livre La Nuit Sacrée. Ok, Mona. تو as besoin de réécouter. Tu as besoin de répéter. نیاز داریم که تکرار شه؟ No. No. Ok, donc qui était belge? Qui est belge? Qui belge بود؟ Qui est belge? Ok. Qui est belge? Wait. No. Qui est belge? Oops, sorry. I don't know how to say like نمیدونم چجوری بگم که کی بودش. یعنی اسمش رو یادم نمیاد. نه نوشته pas de problème. No. پس اسمشون رو ننوشتی؟ ماکارون نبود. اوکی pas de problème. بریم با هم پس تیکه تیکه گوش بدیم. من براتون از همینجا می نویسم. Attendez. Page. Document D. Vive les artistes francophones. A. Elle s'appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse. Ok, quelle est la profession de Mariam? میشه یه بار دیگه اینو پلی کنی؟ Page 25. Document D. Vive les artistes francophones. A. Elle s'appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse. Ok. Elle s'appelle Mariam Blabla and elle est chanteuse. Ok, donc Mariam, elle est chanteuse. 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 Et elle est malienne. Bien. Elle est malienne. Elle est malienne. Ok, donc Mariam, elle est Malienne. Elle est malienne. Avec Amadou, ils sont Amadou et Mariam. Un disque d'Amadou et Mariam? Dimanche à Bamako. اوکی حالا اسم کاری که تیتر کاری که کردن اسم بهشون اینو گفته دیمانش Bamako. Ok. Dimanche à Bamako. Exactement. B. Charline Vanhoenacker est... Attendez. Charline. Charline Vanhoenacker est journaliste. Elle est belge. Quelle est la... Yeah, Charline est journaliste. C'est très bien. Charline est journaliste. Journaliste. Désolé. Est journaliste. Elle est belge. Elle est belge. C'est très bien. Donc, Charline, elle est belge. L'émission de Charline s'appelle J'aime tout. Ok. La nuit sacrée. L'émission de Charline s'appelle Si tu écoutes, j'annule tout. اسم امیسیون شارلین امیسیون به شو برنامه اینا میگن امیسیون. اوکی شارلین هم ژورنالیست بود به برنامه اش میگن سی تو اکوت ژانول تو. اوکی. اگر سی تو اکوت یعنی سی ça veut dire if you اکوت یعنی listen
سی تو écoute ژانول تو یعنی everything برای بچه که اگه میخوام. ژانول کنسل میگه اگر که تو گوش کنی من همه چی رو کنسل میکنم. سی تو écoute ژانول تو. Si tu écoutes, j'annule tout. Oh, c'est mag. Paul va dire, si tu écoutes, j'annule tout. Oui. ژانول تو. J'annule tout. Si tu écoutes, j'annule tout. Ok. Si tu écoutes, j'annule tout. Tout. Il s'appelle Xavier Dolan. Il est québécois. Ok, Xavier. Xavier est québécois. Xavier, il est québécois. Il est acteur et Elle est acteur. Donc Xavier, il est acteur. Donc, Xavier. Il est acteur et réalisateur. réalisateur اینجا نداره. réalisateur. Réalisateur. به حالت تهیه کننده اینا میگن réalisateur. کسی که موجب میشه یک برنامه‌ای به حقیقت بپیونده. به فارسی معمولا بهش میگیم تهیه کننده. réalisateur. Attends, réalisateur, mais... Exactement. Réalisateur, ok. Il est réalisateur et... Il est acteur et réalisateur. Le film de Xavier, c'est Mommy. اسم فیلمش مامی. Le film français. Le film est français, en français. یعنی فرانسویه. فرانسویه. Et en français. Car Benjeloun est marocain. Il est Benjelloun américain. Américain, américain. Marocain. Marocain. Marocain, ok. So, allez, again. Donc, Taha Benjelin, il est marocain. Marocain. نویسنده است، écrivain. Écrivain. Il est écrivain. Moi, j'aime le livre La Nuit Sacrée. La Nuit Sacrée. اسم کتابش هم La Nuit Sacrée. C'est très bien. Donc, écrivain, اگه کسی نمیدونه écrivain یعنی نویسنده. He's a writer. نویسنده. On dit il aime écrivain. Écrivain. Ok. Question problème, Mona? Ah non, merci. Non, c'est très bien. بریم ici. Complétez les phrases avec les mots. Ok. باید با این کلمات اینجا سعی کنیم کاملش کنیم. Je parle, je dis. Oui, tu dis, oui. Ok. Complétez les phrases avec les mots. Ok, attendez. Complétez. Complétez les phrases. Les phrases. Les phrases avec les mots. مو یعنی چی؟ مو سوادی Word. کلمه. کلمه. Exactement. Word. Avec سوادی with. Phrase همون phrase. Complete هم که همون complete. کلمه همون چیه؟ Disque. Émission. Film. Livre. Ok. Tu aimes avec Marion. Tu aimes les livres avec Marion. اوکی فعلا لیو رو پس میذاریم بعدا ببینیم خودمون به نتیجه برسیم که درستیم یا نه. بریم بعدی. Les deux sont en français. Ok. Les films de Stromae sont en français. J'aime de Victor Hugo. Ok. از این میشه فیلم لیو. J'aime les livres de Victor Hugo. À la radio, j'aime les disques de musique. Ok. émission et فکر کنم همون اولی بشه تو ام les émissions
ماریون کوتیار اگزکت گفتیم امیسیون c'est synonyme de شو امیسیون شو لیورم که به قبلا خیلی تکرار کردیم c'est synonyme de book دیسکم که همون مربوط میشه به موزیک normalement on dit les disques de musique ça va ok c'est très bien pour la prochaine fois choisir une personne célèbre un artiste و هر چی که در موردش میتونیم رو بنویسیم. الان دیگه در مورد نشنالیتی و شغلش و اینا میتونیم بنویسیم. اوکی. voilà. Question, problème? Non. Non, pas de problème. Donc on continue. این بد نیست اینو بدونیم. اولو کلیشه. چون خیلی از این کادر رو تو کتابمون بهش میخوریم. Qu'est-ce que ça veut dire cliché? Bon, tu sais qu'est-ce que c'est cliché? کلیشه لو کلیشه لو فکر کنم میخواد بگه که مثلا یه چیزی که تیپیکال مثلا Exactement, merci. Cliché c'est masculin ou féminin? Masculin. C'est très bien. Cliché c'est masculin. ببینیم کلیشه c'est quoi le cliché? Les Français parlent français. Okay. Les Français parlent français. Okay. ببینیم توضیحش چیه؟ Les Français ne sont pas les champions de langue. Die langue étrangère. Et quand ils parlent parle anglais, espagnol, allemand, ils sont souvent Oui, souvent un accent. Is that right? Un accent français. C'est très bien, Mona, merci. Les Français, منظورش فرانسوی هست. آدمای فرانسه. Ne sont pas les champions. Ne sont pas از فعل to be میاد که الان میخوایم بریم صرفش میکنیم. شامپیون هم که قطعا شامپیون لینگ و اینا رو میدونین. قهرمان. این فرانسوی قهرمان نیستن. تو چی؟ لنگ اترانژه. لنگ همون لنگویج میاد. اترانژه means language. اترانژه از استرنج میاد یعنی خارجی. یعنی توی زبان خارجی قهرمان نیستن. البته خیلی بر سطح شما زیاده. اصلا نیازی نیست همه اینا رو اصلا متوجه شین. Et quand ils parlent, when they talk, they speak, when they talk. انگله یعنی انگلیسی، انگلیش. اسپانیول، آلمان. وقتی اینا رو صحبت میکنن ils ont on که l'infinitive de on. برای همون میگه که هم که فرق کردیم برای داشتن دیگه. میشه چی انفینیتیوش؟ انفینیتیوش میشه avoir. دارن معمولا souvent synonyme de often un accent français. یعنی وقتی زبانهای خارجی صحبت میکنن اکسنت فرانسوی دارن. اوکی. Regarde ici. Voilà, la séance dernière. Check, c'était quoi? کدوم فعل صرف کردیم؟ همون که سه نوع داشتیم. یکی این بودش که آخرش با ای آر ختم میشد یا با آی آر ختم میشد. یکی هم که ببخشید چی بود اون؟ irrégulière.
Irrégulière. Irrégulière, ça marche. Oui, oui, non, pas de problème. On a le verbe irrégulier. Ok. که جلسه پیش ما فعل ایرگولیر رو صرف کردیم. یکی از فعل ایرگولیرمون که چی بود؟ ببخشید دیگه سوال کوچیک قبل که اینجا رو شروع کنیم چون مربوط میشه به اون کلیشه بودم تمومش کنم بعدش بریم سراغ اینجا. این میگم اینجا شامپیون یه دونه هم برای معنی قارچ میده. اون چی جوری؟ اون شامپینیونه، یه جی وسطش داره. آها، اون چی تلفظ میشه؟ این شامپیون؟ اون شامپینیون. شامپینیون. اوکی. اوکی، got it. بذار اگه میخوایم براتون مینویسم. شامپینیون. شامپینیون یه جی وسطش داره. آها، اوکی. این معنی قارچه، شامپینیون. شامپینیون. اون شامپیون. شامپیون یعنی از چمپیون میاد. قهرمان و اینا. شامپینیون یعنی قارچ. D'accord, voilà. C'est fini? Yes. Oui. داشتم میگفتم که 3 تا فعل داشتیم. خب اونایی که ایرگولار رو یاد گرفتیم که یکیشون مثلا ابواق بود که مثلا میگیم ژ. آها attendez j'écris. میگیم ژ. خب ژ un livre. Tu as le livre. Non, tu as un livre. Il a un livre. Elle a un livre. Nous avons un livre. Vous avez un livre. And ils sont ou elles sont un livre. آها c'est très bien. فقط حواستون باشه مهمه این صدا ز بده. Ils ont un livre. Ils ont, not c'est. Okay. Ils ont un livre. اوکی. maintenant میخوایم دومین و مهمترین فعل افعال ایرگولیر رو یاد بگیریم به اسم être که میشه to be verbs که معنی to be. اوکی. بهتا میگفتم مونا کل votre nationalité میگفتی؟ Je suis iranienne. آها میگفتیم je suis iranienne. بعد میخواستی من بپرسی تو ایرانی میگفتی؟ تو ایرانیان. آها میگفتیم تو ایرانیان. برای ایل و ال میگفتیم ایل یا ال. ایل ایرانیان ایل ایرانیان. ایل ایرانیان. آها. برای ما میگفتیم نو. Nous sommes. آها nous sommes iraniens. Nous sommes iraniens. Pour vous c'est vous. Vous êtes. آها vous êtes. Vous êtes iranienne. Iranienne. Et il ou elle. Sont. چون اینجا میشه سون پس اونجا که برای ابواق مهم صدا ز بشنویم که برای با ات قاطی نشه ایل سون ال سون. پس اونجا برای ابواق صدای ز میده میشه ایلزون. ولی برای الان اینجا که مگه بودن میده صدای اس میده ایلزون اسون. من خاموش کنم ببخشید. نه pas de problème. پس یه رو من روش میخونم که بچه ها با تلفظش آشناشن. میگیم je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, moi on répète s'il te plaît. Je suis être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes,
ils sont, elles sont. C'est très bien, merci. Donne un exemple avec je suis. با je suis یه exemple بگیم. بگو. Je suis étudiante. Merci. Je suis étudiante. Étudiante یعنی student. Je suis étudiante. من میگم تو بلژ. اوکی. برای این میتونیم بگیم ایله گران. اون حالا بزرگه، قدش بلنده، هر چیزی. اوکی. Nous sommes ingénieurs. آها، nous sommes ingénieurs. Ingénieurs. Nous sommes ingénieurs. اینجا یه جیش ایش اضافه است. ingénieurs. برای vous. Vous êtes vous êtes happy. من غلط بودم و happy رو. happy میشه content. Vous êtes content. آها، اگه مثلا content satisfait که از satisfy انگلیسی میاد. satisfait. Satisfait, content. Vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait. On peut dire elles sont. Elles sont beaux. Elles sont beaux. آها، من پخش کنم ال وقتی اله پس فمیننه دیگه، بعد ادجکتیو اونم فمینن باشه. این رو بعدم میخونیم. elles sont belles. Elles sont belles. بو مسکولنه، بل فمیننه. Ils sont beaux. آها، ils sont beaux. خوبه بنویسیم که معمولا به مردان نمیگیم زیبایین، ولی ils sont beaux. چی بهش میگو خوشتیپن؟ نه شوخی میکنم، معمولا میگیم مثلا به مرد خوشتیپ و اینا میگیم بومک. بومک کل بومک. چه مرد مثلا مرد جذاب میگیم بومک. اوکی سوا. اونا میتونیم قوی هن. این سون اون پوخ قوی strong میشه فخ. همش انگلیسیه بابا. یا این نمیدونم یا اون انگلیسی فرانسوی یا این فرانسوی انگلیسیه. انگلیسی سطح بالا ادوانس. بچه‌ای که معمولا مثلا انگلیسیشون ادوانس، فرانسه خیلی کارشون راحته. چون فوق قشنگ پایگاه ها رو مثلا بهش میگم فورمن، همین معنی هم دقیقا میده تو انگلیسی. پایگاه های نظامی رو میگن. اوکی مانا، سفینی نوشتی؟ بله میتونیم بگذاریم. اوکی مشقی. پس الان ما یه صرف فعل ات خوندیم با یه دونه صرف فعل با یه دونه مشاغل. بریم یه در حد 5 دقیقه یه استراحتی بکنیم، برگردیم دوباره بعد اونا beaucoup de choses à apprendre. باشه بریم اونجا که بچه ها بیان. ما aussi. بهتون میشه پیام بدیم؟ من پیام گذاشتم تو گروه ولی احتمالا صبح زودشونه. سارا بهم گفت نمیام، صبح خیلی زوده الان نمیتونم، ولی تا ببینیم بقیه. اوکی من شقی. پس 5 دقیقه دیگه آره دوباره پیام میذارم تو گروه. اوکی. کجا؟ سلام. سلام.